ماشین قسطاش میشد ماهی $25,000 آمریکایی. اوه شت. پارسالی پا که دزدیدن بردنش. ما رو 7 روز دزدیدن آجی. ببین عکسامون رو گرفته بودن جایی که بودیم و من هر روز میرفتم باشگاه عکسام بودم به باشگاه گرفته بودن و چیز شد ما رفتیم و اینجوری شد که مثلا من جایی نرم چند روز و این اتفاق و یه جا بریم کسی ندونه. یو گایز چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به قسمت جدید The Upside Down به همراه دوستان عزیز توی خونه و دوستان عزیز توی اتاق. خوش اومدید. چه پادکست گرم و نقلی. پادکست اساسی این دفعه ما داریم خوشحالم که آقای من هیرسای گل. به افتخارش مهمونه. خب دفعه قبلی ما هاوش داشتیم، این دفعه برادر کوچیک‌تر آقای هیرسای گل به جمع ما پیوسته و قراره همین جوری حرف بزنیم آجی. ما هر دفعه میایم اینجا کلی حرف بزنیم. قبل از هر چیزی و قبل اینکه بریم سراغ صحبتامون میخوام تشکر کنم بابت 10,000 تایی شدن کانال آپساید داون. مرسی یک عالمه ممنون. خیلی خوب دمت گرم. ساند افکت افتاده دست این دیگه. گفتم نذار جلو دست پارسا. داش باید بذار جلو دست من دیگه. تازه باید ساند افکت اد کنیم اونجا. من ساند افکت های خودم حالا بعداً از گلزار دوست میذارم. گلزار آقا گلزار یه عکس گذاشته با کیف ارمز و لویی ویتون و زده پوز نیست سبک زندگیه و یکی زیرش نوشته بود من عقده‌ایم کثافت. من می‌خواستم یه عکس جدید بزنم زیرش بزنم همینو. پوز نیست سبک زندگیه. باید یه عکس از اون ایموها بذارم. عکس دارم بزنم پوز نیست سبک زندگی. نذار اصلا فکر نکنیم به اون تاپیک دیگه. بریم بیرون ازش هم میگم. آقا اول از همه بریم سراغ چی؟ تاپیکامون دست شما. بریم آقا. ما دیشب رسیدیم ونکوور. از کجا؟ از یه جای خیلی دور. خیلی کثافت بود. ما دیشب بنف رسیدیم دیگه. یعنی او مای گاد 24 ساعت نشده هنوز. یعنی خسته بنف از کجا شروع کنم تعریف از کردن؟ اولش. کی میخواد اول حرف بزنه؟ خودت برو. خودم بگم. خب ما یه ویدیو گذاشتیم، نمیدونم فکر کنم آپلود شده تا الان، ویدیوی آلفابت چالش. توی آلفابت چالش من رفتم پیش بچهای تسلا و گفتم ما داریم میریم بنف یه ویدیو رکورد کنیم و یه سایبر تراک به ما بدید، چون وسایل زیاد داشتیم و میخواستیم با ماشین برقی هم بریم که کاست بیاد پایین، هزینه‌های بنزین. اصلا کولتر بود. آره باحال‌تر بود. سایبر تراک. خلاصه بچه‌ها دمشون گرم، کریم، رضا، روشنک، بچه‌هایی که توی شعبه سایبر تراک تسلا وست ونکوور کار میکنن برای ما ردیف کردن این کلابوریشن رو که ما به ما یه سایبر تراک دادن برای 3-4 روز که ما بریم اونجا و برگردیم و همه چیز خوب بود. ما با ماشین برقی انداختیم رفتیم. ولاگش هم احتمالاً دیدین، نمیدونم این کی آپلود میشه، ولی قبل از هتل بنف ما یه ولاگ داریم که رود تریپمونه با ماشین برقی تا بنف، چون تقریباً 1000 کیلومتر بود. چند ساعت ما تو راه بودیم؟ ببین ما از اینجا که شروع کردیم بیشتر از 13 ساعت. 13 ساعت ببین رفتن اون بیشتر، برگشتن طول کشید. بخاطر این داشتیم ولاگ میگرفتیم. وای میستادیم آره. داشت برگشتون بیشتر طول کشید. ببین همه چیز خوب بود تا روز برگشت. حالا بذار راجع به روز رفتن بگیم تا وسطاش هم. آره میخوام فقط اینجا نکته رو بگم. روز برگشت بسیار اتفاق کدری برای آریا کدر برای ما، شاد برای شما. انقدر فوشتون داریم تو راه ما شما. ما که 9 ساعته رسیدیم برگشتیم. آقا اینا منو گول زدن. خب گفتن که ما میایم دم در هتل آریا رو برداریم حرکت کنیم بریم. بعد پارسونا پیام داد من نیم ساعت دیگه ونکوورم. گفتم داداش من قرار بود بیایم اینجا. اینا فکر کردن تو بیدار نمیشی. خب ما مشخص بود بیدار نمیشه. بیدارش کردم. بیدار بودم بابا من. ما اصلا قرار نبود بیایم هتل. آقا این چه جرأتی داشت مون تو همون هتل؟ همون خیلی سوال خوبی اتفاقا. آقا ما انداختیم رفتیم برای رکورد دوم پارت دوم اون هانتد هتل‌ها که میشه هتل بنف که راجعش صحبت کردیم که ترسناک ترین هتل دنیاست و از این حرفا. 13 ساعت هم تو راه بودیم، رسیدیم و یه ویدیوی
خیلی نون خفن و آبدار. نون آبدار و احساسی رکورد کردیم. چرب چرب و چیلی که روغن زیاد. فکر کنم ویدیو فردای این پادکست آپلود دقیقاً میشه. این پادکست 30 میاد بیرون. من دارم میگم باید برسونید دیگه پادکست رو. 30 میاد بیرون و یکم هتل بنف میاد بیرون. راجع به اینکه آقا ارسا تجربه شما برای اولین بار توی همچین چیزی ویدیو جدا ترسناک. از اون بگم خیلی هتل خفنی بود. آره. خیلی لاکچری هتل بود خوش. بیشتر. گرونترین هتل کاناداست. جدی؟ بله. مطمئنی دیگه؟ مطمئن. خیلی هتل بعداً زیبا و چک نه ترسناکی بود. مطمئن. نه دیگه شبیه $1000 $1000 اونم ما اتاق فقط پول معمولیش. دادیم برای این اتاق معمولی. معمولی شما $1000 شاید پول بدی. ببین یعنی مثلا اون اتاقی که من اول گرفته بودم $40 ارزونتر بود. بعد وقتی رفتم اونجا خب حالا داستان اسپویل نمی‌کنیم ولی اتاق 873 میشه طبقه 8 داستان مربوط به اونه. آقا اگه شبیه $1000 بوده این هتل که پر بود. داداش همین چه پولدار پولی داره بودن. میزنه یارو. میان دیگه معلوم میمونه. داداش فرمانتا عبدالآباد که نیست. حالا هتل استقلال که نیست. فرمانتا. آره ولی شبیه $1000 دارن میزنن اونجا از 800. وای. آره. ببین ولی من رسیدم اونجا گفتم الان که تا این همه راه اومدیم بدبختی و اینا به اون رسپشن گفتم هر کاری میکنیم رو بنده طبقه 8 فقط. بعد دوباره یه پول اکسترا دادم یعنی که ما بریم طبقه 8 و حالا دیگه ویدیوهاش میاد میبینید و از این حرفا. یه جایش بود هیرسا واقعا کرکوپرش ریخ سر ساعت مچی. واقعا سر اون من ریدم. همون ساعتته. آره جلو صحبت کنی. ریدم میتونی اینجا هرشه. میتونی میتونی بگی. جلو باشی. تقریبا باید جلو باشه چون یکی سر اون بود آجی یکی سر اون مرده که 2-3 بار وای دیده شده. راست میگه وای یه کاراکتر اون خیلی بد فریکی منو دنبال نگاه اون کرد. بود. خیلی بد نگام کرد. خیلی. و کج را میرفت. حالا دفعه اول میدونین چجوری رد شد. شما اون پشت بودین من رفته بودم اون ته بینمون رد شد یارو تو دیوار. آره ببین یه یارو بود ما وقتی رفتیم رکورد کنیم یه یارو بود اول تو طبقه 8 دیدیمش خیلی میومد سرش انداخت پایین تون تون راه میرفت میومد میرفت ایه در میومد ایه در میرفت بیرون. اصلا نرمال نبود. اصلا نرمال نبود یارو راه رفتنش. بعد دوباره رفتیم یه جای دیگه طبقه یهو دیدیم دوباره از اونجا اومد از وسط اون رد شد. دوباره یه جای دیگه من دیدم ته اون ور رو دوباره یه در اومد بیرون دوباره رفت اون ور. و داشت میرفت اون ته. من انقدر فریک زده بودم که این نکنه جنی چیزیه وایسم ببینم تا ته داره میره تو دیوار یا میره تو در از دیوار رد میشه یا چی. بعد دوباره اومدیم پایین زیر زمین اومد. بود. زیر زمین باشه. حالا 2 تا آپشن هست یا واقعا یارو جنی چیزی بوده یا اینکه سکیوریتی بوده. آخه سکیوریتی اصلا دیوونه امکان نمیشه. نداره. ولی سکیوریتی ها لباس داشتن بوتش مخصوص. اونجا پارسکو بوتی که پاش بود یه کفش کثیف بود قشنگ. یه کفش گچی بود اینور یه کفش اصلا چپش. هتل به اون خفنی همچین آره آدمی شلوار کودی جین نداره. مشکی داشت این ورش کامل گچی بود با کفش ایرفورس مشکی داشت اونم گچی بود. انگار مثلا این یارو مثلا بعد یه جوری راه میرفت انگار مرده بوده. آره این اصلا خیلی عجیبه. حالا میاد نمیدونم اگه رکوردش کردیمشو. آره بابا. یه بار ولی گرفتیش تو ویدیو. اوکی ها صدقه یه بار رو میشه نشونش. راه رفتنش هم میبینم پشت گرفت. آره نه خیلی بد راه میرفت. خلاصه که اینم از اتفاقات داستان بنف. ترسناک توی بنف خیلی افتاد. ام. یه جا که من در رفتم حالا تو دوربینا آره، هست خیلی نمیتونم بد حالا بود. اسپویلش کنم ولی یه اتفاقی آره، افتاد منم- با دیجی بورد و اینا که نمیتونم دیگه توضیح بدم. من پشمام ما ریخت. فرار کردیم از هتل دیگه. خیلی کوتاه بخوام بگم ما خیلی خوشخوشان نیومدیم بیرون. اون بعد میگه بریم واقعا. دقیقاً اومدیم و فرار کردیم رفتیم. ولی چه تصویرایی گرفتیم. حالا خیلی. ویدیو میاد قشنگ اونجا درون بردیم تو آسمون یه سری تصویرهای سینماتیک و احساسی گرفتیم که خیلی خفن میشه. آره. بچه‌ها نایس. فقط بتره کنن دیگه. ما 26 ساعت که تو راه بودیم. آره واقعا. هوا هم سرد. هوا ونکوور آفتابی بود. اونجا داشت برف میومد قشنگ. خب؟ دقیقاً. یعنی واقعا پاره شدیم. بچه‌ها واقعا یه چیزی بهتون بگم میدونم تو سن بلوغ هم هستید جوش فقط برای ترکوندن نیست لایک و کامنت هم برای ترکوندنه. بزن داداشونو. تو آسمون. دمت گرم. آقا تو راه بنف ما یه اتفاقی افتاد که من گفتم ما مردیم.
وای من تو گفتم ماشین مردیم. شما تو ماشین ما شانس دیگه آورد من تو ماشین بودم. بگم تو سنگینی کردی نجات راستش بخوای قبل استاپ اول من و هیرسا تو ماشین مردیم، بعد اومدیم جابجا کردیم ماشینو، بعد شما هم شما داشتین چرا رفتین اون ماشین؟ صندلی ماشینتون ناراحت بود. صندلی ناراحت عقبای بود. سایبر تراک واقعا خیلی بد بده. بود. داشت منو بدترین گولم صندلی زدن. بود که من نشسته بودم تا حالا. به من جدی؟ گفتم بیا اونجا واقعا بشین بدترین. جابجا میکنیم 1 ساعت دیگه. رفتیم تا بعد گازی برگشتیم من تو فایبر. محمد زیر تانکی کردیم. ببین ما تورای بنف رسیدیم یه جایی که بین توی جاده میرفت وسط دره بین 2 تا کوه. همونجا بود که یهو تگرگ و برف گرفت تاریک مثلا شده برای بود. 10 دقیقه. آره اوه. سراشیبی شد. من داشتم همینجوری میرفتم، بعد تو سراشیبی پیچ خورد، یعنی خم میشد جاده. داشتم میرفتم سراشیبی و فرمون سر به پیش که رسیدم چرخوندم که بپیچم، یهو دیدم ماشین نمیپیچه، ماشین داره کونش اینجوری میشه و میره به سمت دره. به به. حالا منو ببین آریا میگه آیه آره هول میشه تو ماشین. بعد ترمز میگرفتم، ترمزه بدتر 2 طرف ماشین رو میبرد به سمت اونور. آره یعنی من نمیدونم یه جا فکر کنم محمد رید تو خودش پا شد نشست حاجی، ماشین به خودش اومده. 30 ثانیه قبلش مرشول پنجره داده پایین، کامera رو قشنگ برده بیرون، داره از کوه فیلم میگیره. من دیدم مرشول داره اینجوری فکر کنم افتاد اصلا اون لرزشه. جدی؟ من مرشول گرفته. حالا ولی ببین در آوردن نمیدونم چرا سر خورد آره. سایبر تراک با اون لاستیکاشو دیدی تو؟ آره خیلی بزرگه. لاستیک تریلی روشه ناموسم. من نمیدونم چی جوری ما سر خورد. بعد آریا ماشین همونجا بدیه واقعا. اصلا نمیصرفه. نمیصرفه اصلا. راجع به واقعا- ماشین هم صحبت کنیم توی ولی پادکست. واقعا بیاد راجع به ماشین صحبت نکنیم. ولی واقعا بعدش که حالا رفتیم ما رسیدیم آبشو رسونیم رفتیم خونه، هیرسا ماشینشو برداشت، ماشینش چقدر نرم بود، کاش با ماشین این میومدیم. آره داداش با ماشین هیرسا می‌خواستی بیاد $500 بعد از 2-3 هزار دلار پول واقعا بنزین. 500 میام راحت. رفت و برگشت با هم 1000 تا. قبلش من نه با هم 500 نه داداش. نه با هم 1000 تا. میافتاد 1000. هر 2 ساعت هر ولی خب قرار چون نبود جاده هر هم هرچی بیشتر گاز بدی بیشتر میسوزونه. آره اون باید سرعت معین مخصوصاً به. بنزین. عقده گاز ولی با دادن اون گرفتیم میرفتیم به ما خدا. فکر کنم 7 بعد ساعت تازه می‌رسیم. ماشینی که دست ما بود ماشین تست درایو تسلا بود، بعد لیمیت 130 تا هم داشت. پرچم رنگین کمون هم بود جلو. نمیدونم چرا بعد گاز میدادی تا میرسید به 130 یه بوق کامیونی میزد دوباره سرعت ما کم می‌شد. ماشین شما بوق نمیزدین، اون خودش بوق میزد صداتون نمیومد. ها نه اون تو صدا تو کابین میزد. هواپیما سوار میشه این دکمه آقا بالا میزنه میکروفون دینگ من دینگ درست می‌کنه. یه دقیقه خب، وایس. دقیقاً اونجوریه. اوه مورد حمله قراره داره میفته، کمکش کن. این مرشول دیگه فنی چیکارش و کنیم این دیگه؟ داستانا. یه مرشول که بیشتر نداریم. آقا حالا با همه مشکلاتی که پیش اومد چون هاوش هم خیلی مریض شد آره. بعد به باور کن به خاطر انرژی اونجا بود. محمد که سر درد گرفته بود یه جا هم با کله رفت تو دیوار. یه جا قطع نخا شد. نگین ولی واقعا من کلم حتی دیشب درد میکرد جدی. خیلی بد خورد. خیلی بد ببین با خوردم. تمام من بخوام نمره بدم. نمره چند میدی؟ آقا من با تمام این اوصاف 10 میدم. بگو چرا؟ چرا؟ شب که خوابیده بودیم مرشول یه عکس نشون داشت. ببین وایسا یه دقیقه وایسا این پرانتز باز کنم. ما اون ولاگی که گرفتیم برای رود تریپه تا برسیم به بنف 80% سانسور شده. یعنی اون قسمتی که ما شب میرسیم توی ایر بی ام بیمون که بخوابیم اونجا رو ما اگه میذاشتیم یوتیوب اول از همه آوارو خودمون آقا من می‌رفت. می‌خواستم بگیرم ولی ویو گفتم میخورد. من می‌خواستم بگیرم، حالا یه خاطرات پر سر و صدایی هم بود ولی نمی‌تونم راجعش صحبت کنم، ولی می‌خواستم بگیرم ولی گفتم ولش کن دیگه، الان کانتنت ها یکم درسته اون درسته. آبرو حیثیتمون میره. ولی من 10 میدم خدایی. ویدیو خیلی خفن بود، خارج از اونم خیلی آره. خوش گذشت، با همه سختیاش گفتیم خندیدیم.
اون پارت آخر برگشت از بنفو اگه بخوام وارد ویدیو کنم 5 میدم. انقدر کون ما پاره شد با اون سایبر تراک بخوایم برگردیم. شارژ نمی‌کرد. نگفتیم که ماشین دیگه کلا شارژ نمی‌کرد. ما 10% میرسیدیم به شارژر. ببین ماشین باتریش مشکل داشت و ما زنگ زده بودیم به سرویس تسلا و از این ور بچه‌های توی تسلا همه ناراحت ببخشید و ما نمی‌رسیم اینجوری و ماشین باتریش هی یخ میکرد. بعد با اون حجم هی میخواست داغ گرم بکنه تا شارژ بکنه. میرفتیم میرسیدیم به ایستگاه شارژ میگفت 4 ساعت و 40 دقیقه وایسا تا باتری گرم بشه بعد استارت تو چارج. باگ میداد. بعد یهو مثلا وسط 4 ساعت مثلا یه نیم ساعت میگذشت یهو باتری شروع میکرد شارژ کردن برای 10 دقیقه بعد دوباره میزد 5 ساعت مونده. این مشکلی که دارید میگید تو خیلی از تسلا من شنیدم. من یه دوستام آمریکا ماشینش برقی تسلا میگفت رفتم مثلا تو کوه رفته بوده بالا برفی بوده اینا میگفت اونجا ماشینو گذاشته بودن رفته بودن تو ویلا اومده بودن ماشین دیگه روشن نمیشد از سرما. آخه داداش ماشینی که تازه اومده بیرون خیلی باگ سیستم سایبر تراک هنوز باگ داره شدید. تو کرده ماشینو $2500 ولی مدل اس شما هم چه مشکلی نداشت. مدل اس ما نه مشکل نه خودی مدل اصلا توی لیگ دیگه نه مدل اس اصلا تو لیگ سوپر اسپورت تور اصلا فرق داره. آره. اصلا متریالش و اینا فرمون رو نمیدونم. شما چند میدی از 10؟ من به ولاگ 10 میدم به هتل هم 10 میدم. به بچهای توی خونه هم 10 میدم. به افتخار. ولی یه دست بزن. یه چیزی من تو این 7-8 سال خب دیشب بود دیگه نه پریشب این تالوت اینقدر نخندونم دست پارسا ولی فقط تو اتاق دیگه. یعنی من افتادم رو تخت داشتم میخندیدم از دست این بشر. خب خیلی حال داد. دیگه فکر کنم مثلا 4-5 تا پسر بیمعنی مزخرف افتادن به هم دیگه. خیلی خوب بود. بیچاره سرور که توی من اون می‌خواستم بیچاره سرور دمش گرم چه ماکارونی هم درست کرد. خیلی خوشمزه بود. آره خدایی زدیم اشغال کردیم. شما چند میدی از 10؟ من چون همتون 10 دادین 9 میدم. چرا؟ دیگه داداش یه ذره انش در نیاد. داداش گنگ شد. ببین ویدیو 10 که نمیشه بگیم خدای اغراقه. خب این یه عدد کم کردی چرا کم کردی؟ واقعا 9 میدم. من 10 میدم خدایی. من آخه میدونی من چیزای دیگه میبینم مثلا تصویرایی که گرفتیم سختی کارو نمیدونم. من اونجوری نمیام. آره چون تو در جریان. مثلا اون یه عدد چیه اون ولی این ویدیویی هست که من بشینم ببینم عشق کنم تا تاشو. آره یعنی همین یعنی همون 10 دیگه. چرا 9 دادی؟ میذاره متفاوت بشم. آقا تو چرا 9 دادی؟ آقا چرا 9 دادی؟ همین الان باید به همه بچه‌ها هیتر آریا است. استوری گذاشت. پس راجع به آقا طاها هم صحبت کنیم تو اینجا. دیدی؟ آقا راجع به آقا طاها. آقا همینجا ببندیم بره. آره بذار من این بحثو تموم هیتر آریا قشنگ بود. هیتر آریا رو میگیم. هیتر آریا می. ما توی یکی از ویدیو به شوخی گفتیم که هیرسا دوست پسر داره اسمش طاها و اینا. یه سری هم مثلا جدی گرفتن میان چرت و پرت میگن. اصلا آریا من دارم حرف نمیزنم تو اون ویدیو. تو داری یه چی بگی من بخندم حرف بزنم. آره. همچین چیزی رو گرفتم حاجی دایرکت میاد به من میدن کامنت ها پر شده بود هیرسا لاچاکیانو. آیا هیرسا هم جنسگراست؟ نه من واقعا نیستم ولی اگه بودم میگفتم واقعا. آره شوخی. نه ولی آقا هیرسا جزو دافبازای قهار ونکوور. بزن دستو. بزن. اونجا که آریا فقط میگه گفتم نداشتم دستی. بزنم اینو. اونجا که چی؟ من داشتم یاد میگرفتم اینو. آقا یه چی بگم؟ یه جا ما هم داشتیم میمردیم. آجی من خواب بودم عقب یهو پا شدم نشستم وسط یهو دیدم هاوش و تو لاین چپ و یه کامیون انقدر جلومون. راست میگه. ببین بدنم یخ کرد. یه جا به ما نگفته اینو. آره اینجا مردیم. سبقت اومد لاین از این خطی‌ها شد که سبقت بگیره یه تریلی افتاده بود جلومون با 10 تا داشت میرفت. گذاشت رو سوپر ایمپرسیو اسپورت سیکیوز اینا که یو گاز میدی میری اون تا گاز داد یوهوی کامیون جلومون داشت میاد همون اومدیم ور جلوش. ببین من آره دوربین شما اونجا هرچی میخوای به هاوش بگی مرد شورتو ببرن نبازی. بعدم به هاوش نگاه کردم گفتم خودش ترسیده بود. آقا همینجوری میشه حواسم من ریده بودم واقعا حالم بد شده بود.
اصلا گفتم مردیم. ولی بعد از اون لایه‌ای تمیز کشید. نه هاوش نمیگم خیلی نکشید. خوب رفت، واقعا خوب رفت. آره تمیز رفت. هاوش رفت و کلا رفت بیچاره. برگشت من 4 ساعت نشستم اصلا حالم بد شده بود. حاجی اصلا کل کمر رفت و درد تا گرفته وسط تا یه مرحله داشتی تو رانندگی کردی فقط. همون 400 دارم میگم خیلی بد آره. بود واقعا. دمش گرم. آره آقا برگردیم به تاپیک هستی. بریم. آره این از آقا تاها و آقا سروش که مربوط شما بود نمیدونم یکی دیگه هم بود یکی هم به تو انداختی به ما انداختی. چی رفت به محمد؟ آقا محمد که اصلا عضوش موجهه تو استوریای آقا پارسا اگه با آهنگ دلنوازان دلنوازان لوراستی تمام. کارشو در آوردیم. یعنی عضو علی من لوراسبی موجه عزیز نیست. اگه این ویدیو رو می‌بینی من آماده کلر بشم. ببین ولی داستان هیتر آریاش یارو میاد یه یارو یارو چرا 9 دادی گفتم یارو استوری آریا رو داشتم اون زیر 6 بار اومد من هیتر آریام. آره یه پیج زده به اسم هیتر آریا خیلی عجیب. موفق باشی دوست عزیز اون رو حمایت کنن ازت. نه پیج میمه بیشتر فان و این چیزاست. آره ولی اینم از این بحث آقا، بعدی توی چیه؟ آخرین ویدیویی که گذاشتیم خب توی همین چنل آپساید داون یکی از کامنت بچه‌ها بودیم سوال ازم بپرسن دیگه. خب یکی از کامنت هایی که خیلی بچه لایک کرده بودن خیلی گل شده بودش این بودش که داستان آشنایی ما یعنی من هاوش ایسا و با تو پارسا چجوریه؟ چجوری بوده و کی میخواد شروع کنه اول؟ منم دیگه از طریق من همه آشنا شد. آقا اول من بذار بگم من که همونطور میدونی با آریه که ایسا تو بیمارستان آشنا روی تخت. نه من وایساده بودم ایشون انقدر بود. وایساده بودن تا من به دنیا بیام. آره بعد بابای من نمیذاشتم بیام بالا. بابای من اسپلینتر سلی بود داستان مخفی این هیتمن وایساد با یارو صحبت کرد بود درمونه مخشو داشت میزد قشنگ یارو. آره برای اینکه شما میدونی. بعد وایساد یه جا بین راهرو پله من از اونجا یواشکی نشستم از زیر پیشخون رفتم بالا تو بیمارستان. رفته بودی پیش مامان گفته رفته بودم اونجا بعد میپرسن آقا پسر شما اینجا چی میخوای؟ گفتم من دنبال خانومه دارم فلانی هستم اینجا دنبال مامانم. دنبال زنم میکردم اومدم. خلاصه پیچیده بود رفته بود اونجا آره، اومده رسوندم بود خوابیده خودمون. بود پیش من توی همون تخت بچه. آره عکسش هست. آره 4 سالش بوده خیلی عجیب بود. آره راجع به خاطرات بچگی پارسالی کلی میشه راجع به خاطرات خودمون بچگی باید بشیم یه بار صحبت کنیم. خنده‌دار دارک داریم که ولی اگه بخوام بگم چجوری آشنا شدیم ببین خب من اول از همه با هاوش آشنا شدم دیگه. تو باشگاه آراد بود که هاوش اومده بود چیز کنه ورزش با پرهام اگه آره. و منم همون روز کلاسم بود اومدم و پیش آراد. بعد بچه هم اومدن بعد اونجا داشتن فکر کنم هاوش میخواست تازه یوتیوب شروع کنه داشتن تصویر میگرفتن با پرهام و اینا. بعد من شروع کردم کمک کردم بهشون که چجوری میتونید تصویر بگیرید و اینا. بعد دیگه گفتیم که تصویرهای بیرونی میخوایم بگیریم و رفتیم بیرون یه 4 تا تصویر بگیریم و دیگه رفیق شدیم. از همونجا رفیق شدیم آجی هر روز نان استاپ رفیق شدیم که تورم منو ایسا رو با هم منو ایسا تو هیرسا هم با هم دیگه کجا دیدیم؟ آب میوه فروشی ایرانی توی لانزل. دومینوز دیدیم. نه اولین بار توی آب لانزل با من دیدین همه وایساده بودیم. پارسا هم بود یا نبود؟ همون که یه یارو برگشت چرا دیگه بیرونش وایساده بودیم بیرون فرداش بود که یارو میگه آقا شما کی من بود میخوام عکس بگیر به من. فرداش بود ما تو رو اونجا اولین بار دیدیم. اگه معروفی ما هم یه عکس بگیر. داستان چیز بود. آراد و داداشش هم بودن. بعد من و تو داداش بودیم. اون دو تا داداش شدن. هاوش و ایرسا هم داداش بودن. آراد و ارشی هم داداش بودن. بعد 2 تا پیرمرد با نمک هم اونجا بودن. میگفتن شما کی معروفین؟ گفتم اون 2 تا داداشن این 2 تا هم داداشن ما 2 تا هم داداشیم. بعد گفت ما هم داداشیم. پیرمرد بی نمک. خلاصه که آقا محمد و من توی آب میوه فروشی دیدم که داشت یه معجون کاتوکولوف هم میزد. به به. ولی دیگه فرداش دیگه آریا حوصله‌اش سر میاد ساعت 10 شب من شام خورده خوابیده. دادا شام چی بزنیم؟ شام چی تموم بخوریم؟ میشد دومینو میشدیم راجع به بیزینس و راجع به یوتیوب و اینا آره صحبت که اکثر کردیم. همین جوریه. دقیقاً. چجوریه؟ همیشه مثل یه جارو برقی میمونه. بغل آروم بذار ببینم این چیه؟ کل شوهر کل غذا رو بردارم میرم. ولی اینجوری ما رفیق شدیم. بعد
داستان این که محمد اصلا شد پا کار ویدیوهای ما و منیجر ویدیوها و کلا همه این کارا رو دادیم دست محمد. دادیم دست آقا محمد. داستان این بود که من میدیدم محمد خیلی میره میاد، کانکشن زیاده، گوشیش هر 5 ثانیه یه بار 3-4 نفر دارن زنگ میزنن به این. چیکار میکنی آجی؟ دیروز داشتم رانندگی میکردم، کلاهبرداری آریا گفتم جواب بده، هر 5 دقیقه زنگ گفت بس بیا خاموشش کن لعنتی. واقعا بهشم میخوره منیجر تور باشه. آره. کارهای منیجینگ احساس کنم اون شبکه‌های مغزیت بزن اینجا رو ریلیز کنی، اون شبکه‌های مغزی تو باشه. بعد من فهمیده بودم محمد خیلی میره میاد، زبر و زرنگ، با همه جا کانکشن داره و اینا. بعد یه بار من با کوروش داشتم حرفی زدم راجبه، گفتم که من میخوام یه ویدیو بگیرم ما رو اینا بندازم رو سر کله پارسالیپ جونور و ما رو نه این چیزا. کوروش من گفتش که ما قبلا یه ویدیو گرفتیم، یه یاروه ورمی داره همه چیزو میاره، کجاست؟ چیلیوک اصلا یه جای مثلا 2 ساعت راه تا ونکوور. بعد تو اینترنت هم سرچ میکنین خیلی چیزی نمیاد. آقا من اومدم داشتم این موضوع رو میگفتم که میخوام همچین ویدیویی بگیرم که نمیدونم چه کنسل خونه شد. هاوش بودیم. آره. محمد در اومد گفتش که چی؟ گفت اگه میخوای همچین چیزی بگیری من یه جا رو میشناسم تو چیلیوک. گفتم ای تو دیگه همه چیه دیگه بلدی. بعدش خودم گفتم آجی تو باید بیای بشی منیجر من، کارو دستت بگیری، درست بشیم، ویدیو دستت گرفتی بدیم دستت کارو. چجوریه؟ خلاصه خیلی هم خوب داریم میریم جلو. از داستان همین تایتل و اینا که مثلا تایتل واقعا دوست ندارم، من آریو چند سال شما رو دارم چند سال دنبال میکنم کلا. خب بعد مثلا بگم دیگه، ببین من موقعی که آریو رو میدیدم، خب از اون داستان این که واقعا خودش تلاش کرده تو ترکیه، یعنی زندگی سخت خودش رسونده و جامپ کرده، خب واقعا حالم خوب میشد. خب که اینطور آدمی هستش و موقعی هم که هاوش اینجا اومد دیدم با شما کانکت شد و همیشه خوب پیش میره. اون شبی که ما هم دیگه دیدیم اصلا اتفاقاتی افتاد که نه اصلا آریا خیلی آدم خاکی و واقعا فکر که غیر از اینه سید. ببین توی ویدیو نمیشه خب گفتش چجوریه، خب ولی با اون تصویری که از ترکیه داشتم، اون محله قدیمی رفتیم با هم دیگه، اصلا اینجا کار می‌کردیم اونجا اصلا زندگی می‌کردیم اینا. آره. برای خودم ساخته بودم دیگه یه چیزایی، ولی خب ببین شما همه فکر اکثریت فکر می‌کنم من آدم خیلی مغروریم. من و پارسا خیلی مغروریم. من که خیلی مغرورم. بیاید سمتم مش میزنم. از دور میگم. همه هر کسی تو مدیاس یا معروفه یه ذره همین شکلیه. تو فکر می‌کنی من آدم مغروریم؟ نه من میگم آدم گوهیم مثلا. آدم گوه نه، ولی فکر می‌کردم که 100% خودت بگی. تو چی؟ خیلی اینجوریان چون منم فکر می‌کنم خودتو بگیری، ولی همون شب نشون خوشت نمیومده مثل این که اما سید راستشو بگو. آقا یه چیزی بگم داستان گرفتن میدونی چیه؟ یه موقعی هست آقا تو داری یه کاری رو مثلا یه ایونتی یه کنسرتی داری انجام میدی، یکی میاد گیر میده تو همون لحظه که آقا من میخوام بیام مثلا من کنسرت داشتم میخوندم تموم شده تا اومدم رچه که گفته آقا من میخوام آهنگ بخونم فلان کنم بیسار کنم شماره‌تو بده فلان اینا. خب اونجا شاید فکر کنه داری خودتو میگیری ولی اصلا تایمش نیست که باتون بحث بکنه. سر کار نه، سر کار عادیه که خودتو بگیری سر آره. کاری. ولی من سر کار خیلی آدم سگی ام. ما سر کار اتفاقا خیلی جدی. اگه دیدی با داد و قال داریم ما هم حرف میزنیم. من سر کار خیلی جدی ام. اتفاقا خودتون کرک و پرتون ریخت. تو بودی سرور بود کی بود؟ ادیتور ویدیو رو دیر رسوند. آره. دیش جوری پریدم بهش بنده خدا رو، بعد یهو گفت اوه چقدر عصبی. نه همین حتی ولی بعدش مثلا برمیگردم قلب میدم براش میگم ولی مثلا کاره باید جدی گرفته بشه. ویدیوهای گیمینگمون حتی با مان کیسی نگاه نکنید مثلا خیلی خنده و ایناست. قبلش داریم دعوا فوش میبینیم که درست بازی کنیم نوب بازی در نیارون میگه فلان نکن بیسا نکن تا ویدیو شروع میشه. آره خلاصه این توی اولین اپیزودی که گذاشتیم از آپساید نان خب نوشتن که خوبی این چنله که ما داریم خیلی ارتباط میگیریم با بچه‌ها. خب هیچ وقت شاید اینطور شبکی نمیتونم بگم اینطور چیزی نبوده که بچه‌ها بتونن اینقدر رسانه‌ای طور بشنن نگاه کنن ارتباط بگیرن صحبتاتون رو بشنون و خیلی خوبه. یعنی بیشتر باید راجع به زندگی‌های شخصیمون صحبت کنیم. نه بس به نظر من بیشتر صحبت کنیم. ولی من به این فکر بودم که کاش میشد زودتر
این اتفاقا بیفته. پادکست رو میزدیم مثلا. آره. هر چیزی یه تایمی یه تایمی داره دیگه. الان موقعیتش بوده. آره. آخه الان کانتنت اونم خیلی احساس میکنم 5 ستاره است از 5 ستاره. یعنی کارهایی که داریم میکنیم، اولا این برنامه‌ریزی که آریا کرده الان خیلی خفنه، تیم داره کار میکنه. آره. این معلومه که تو میتونی تا 30 سال دیگه هم اینو پیش ببری چون داره میچرخه. این سیستم داره دیگه. تو آره. هر چی سیستم داشته باشی درست میره. احساسی نیست، کاریه. یعنی من مثلا گفتم اوکی ما قراره 13 ساعت بریم بنف، خسته که 100 میشی دیگه. تمام با هاوش ما تمام آهنگای دنیا تمام حرفا بحثا تموم شد، آخرش یه ساعت بعد 5 دقیقه میزد رو اونجا، 5 دقیقه دیگه میرسید 5 دقیقه تموم نمیشد. تو جاده همیشه همینطوریه. تو جاده همیشه. ولی خب بعد من میگفتم آقا اومدیم سر کار، یعنی کاره. حالا ما 10 ساعت بشیم توی اتاق یا 10 ساعت بود فرقی نداره، اون 10 ساعت کاره. آقا من یه سوال بپرسم از هیرسا. این سوالیه که من از همه خیلی میپرسم، خیلی حال میکنم چجوریه. روزمره زندگی چجوری میگذره؟ از صبح پا میشه. خیلی علاقه دارم اینو گوش کنم. خوب. من صبح پا میشم 5 صبح کافیو میخورم، مدیتیشن میکنم. نه ولی جدی. ولی من هر وقت دوست داشته باشم میخوابم، هر وقت دوست داشته باشم پا میشم. یه وقت مثلا 2 میخوابم، 3 4 5. خب صبح پاشم حال داشته باشم میرم باشگاه، نداشته باشم چی. باشگاه بیا با ما. خب آقا من میخوام باشگاه شروع کنم از 1 مینا احتمالاً از شنبه. نه میخوام دارم حالا اینجا نمیتونم بگم. ولی خب یعنی پا میشی و آقا میدونستین هیرسا، شما که میدونید بذار به بچه‌ها بگم، هیرسا آشپز خیلی خفنیه آقا که من تا حالا نخوردم ولی خیلی تعریفش رو شنیدم. ناموسن ببین من این کیدو بهش میدم. من وقتی کیدو هفته دیگه براتون کارش جمعه. آقا من میخوام یه کاری کنم. من میخوام شنبه رو ساندی بگم تنهایی پاریچ. ولی جدی ایرسا میخوام یه قول بدیم که هر سربازی یه قول بدیم. اینا تاپیکای پریشب بود. آقا نه ولی جدی میخوام توی چی اسلامی بعدی که نمیتونم اسمشو بگم راجع به غذا مثل هایده اسلامی از شما استفاده کنیم به عنوان سرآشپز. اوکی. آقا چه غذایی بلدی درست کنی؟ فقط تو. من همه غذا رو بلدم درست کنم تقریبا. چیا رو خیلی مستری توش؟ قیمه اولین بار درست کردم آجی خیلی خوب درست کردم. آره محمد همه رو زده. ببین هیرسا ماکارونیش خیلی خوبه. ماکارونی زیاد درست کردم. وا یه زرش پلو مرغی درست میکنه. ناب مثل زرش پلو با مرغ دیشب. نه این دوتا چون با هم دیگه زندگی میکنن. اونم خوب بود. آره اون که خیلی خوب بود. آقا شما یه زرش پلو مرغ بزن یه بار. یه دونه براتون درست میکنم ان شاءالله. یه سوال هفته دیگه. تو غذای دریایی دوست داری؟ آره من از وقتی با کیت دوست شدم بیشتر میخورم. بیشترم میزنی. شما چه غذای دریا از کف دریا شروع کنید تا بالای دریا یه غذا جلبکشو نه دیگه، مثلا مثل سوشی و میگو. آره شما هم من فقط صدف کیه؟ ظاهریه. اینجا نشون بده. میخواد نشون بدی؟ آره نشون بدین شاید اومد. مثلا صدف طاهری ها میتونی ریچ اوت کنی. فقط کم شاید سنی به هم نخوریم. اصلا سن یه عدد داده. اتفاقا برای ایشون خیلی بهتره. مهم دل هاست. جوون. مهم دلان هست. صدف جون منتظرتون. یه صحبت ریز. کره خر. شاید توی ویدیو بتونیم صدف طاهریان ازش یه دایرکت چیزی بگیریم بفرستیم برای ایرسا. شاید تونستیم اینو وصلات بدیم. شاید تونستیم یه سورپرایزی بکنیم. ما داره قدرت‌های نفوذی. ببین من غذای دریایی میخورم همه چی، یعنی دیگه از ساشیمی ماهی خام و همه چی گرفته میخورم تا صدف و نمیدونم حلزون و میشه صدف منو نخوری دیگه نمیشه. صدف شما نه یه صدف خوردنی دیگه نمیشه گفت. آقا خلاصه مهارت هایده اسلامی بعدی غذا دریاییه. خرمیگو پس من نیستم چون من به میگو هستم. آره تشنج میکنی. نه شما فقط درست میکنی. هیچی نمیدی ما بخوری. چرا میدی؟ یه خرگ فقط درست میکنی شما نمیخوری. تو یعنی صبح پا میشی، ظهر پا میشی، صبح پا میشی، یه باشگاهی میری، برمیگردی خونه آشپزی میکنی اکثرا. خیلی وقت نکردم. غذا اوردر میدی حالا 50-50. آره حالم باید خوب باشه. آهنگسازی میکنی؟ بله.
زیاد یا نه؟ الان میخونم، اولاش که شروع کرده بودم آهنگسازی میکردم، الان میخونم و میسازم و الان میتونی یه دم برام بخونی. و گیم هم میزنی؟ آره گیم هم میزنم، فقط کالاف فعلا. همین. اوه مپ جدید داده کالاف، همون قبلیه بود اوایل بازی. وردانسک بود. وردانسک تو وارزونه. وردانسک من که قشنگ گاوم نمیفهمم. شما اصلا یه لیگ دیگه بازی نه میکنی. داداش بیلیارد جیبی میزنه. پوکر جیبی. بیلیارد جیبی میزنه. بیلیارد جیبی. مبحث بعدی چیه؟ آقا مبحث رو ولش کن، من میگم خب روزمرگی آریا کوکسر. خب مثلا ما میریم بیرون، مثلا میخوایم کارا رو انجام بدیم، بریم بیایم، محمد این ماشین رو ببین، محمد اون ماشین رو ببین من دیوونه شدم دست این بشر. خب ببین بذار من دو حرف تو بزنم. اوایل میومدم مثلا رفتیم بریم دنبال مثلا لوکیشن و پروداکشن این حرفا، یه دفعه انداب میکنیم ریچموند مثلا اون نمایشگاه ماشین. خب داداش 4 ساعت گذشته بیا بیرون. نه آخه من آریا رو میشناسم، خیلی ماشین ما دوست داره. خانوادگی. خب حالا چه مامانم مارتینس بود. دستا مارتین میگم مارتینس بود. ببین ما خانوادگی، مثلا من و آریا بچه که بودیم فیلم‌های جیمز باند رو می‌دیدیم، ماشینه بود از مارتین رد می‌شد اینجوری واه عجب ماشین. خیلی. یه بار داشتم رفتم یه ساعت بخرم، بعد رفته بودیم یه محله خیلی خوب تو استانبول، اتیلر. اوه من یادمه با هم رفتیم. آره من و پارسایی با هم رفتیم با تاکسی دیگه، ماشینا که نمیشه. رفتیم اونجا و من گواهینامه‌ام فکر کنم نداشتم هنوز. رفتیم تو اون ویلاه، به ما گفته بودن این ساعت رو میخوای بعد بیای تو این ویلاه، مثلا توی الان توی مغازه‌مون نداریم، بعد بیای آفیسمون مثلا برات میاریم. آقا رفتیم اونجا یه ویلا خفن، بعد نشستیم تو حیاط، یارو اومد با اینا که دستکش داره، لباس مثلا پاپیون و پیرن و دستکش، یه دونه باکس آورد و اینا، باز کرد فوز، اصلا انگار مثلا اومدیم کوکائین معامله کنیم. اصلا ببین یه ساعت سازی و ساعت فروشی اونور یه چاینیزه، فکر کن تو ترکیه چاینیز نشسته بود ساعت‌ها رو اینجوری آره اصلا درست می‌کرد. عجیب غریبه. ببین یه جایی بود که مثلا آکشن تور بود احساس کنم، نه ساعت‌ها رو هدکوارتر خودشون بود، آفیس پرایوت یه پخش کننده ساعت بود. حالا ساعت هم که من رفتم گرفتم چیز بود، اومگا سپید مستر مون واچ، ساعت بازو خیلی دوست دارم. خلاصه ما اونو گرفتیم، ساعت جیمز باند هم هست اتفاقا. ساعت جیمز باند اومگا. اومدیم بیرون منتظر بودیم تاکسی بیاد، اون سر خیابون یه استون مارتین پارک کرده و با پارسا این عملو ماشینو عجیب ماشینه و خیلی عجیب بود. همون ماشین رو من خریدم چند ماه بعدش، اصلا پشمام ریخته بود، یعنی خیلی 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 حس خفنی بود. اون ماشینه رو من گرفتم، به خاطر همین من کلا اصلا ببین ماشین دوست دارم از بچگی. ماشین الانم که میبینی همینجوری دنبال ماشینم، روزمره‌مو بخوام بگم. بعد تو میتونی راجع به اون بگی. نه میخوام راجع به تو بگم بعد. بگو تو بگو اینو بگو. روزمره‌مو بخوام بگم، من صبح ساعت 9 پا میشم، 8 و 9 با هاوش میریم باشگاه نان استاپ، یعنی تقریبا میشه گفت 5 روز در هفته میریم باشگاه. میریم باشگاه، برمیگردیم، یه غذایی میخورم، ویدیو رکورد میکنم. بعد روزای دوشنبه و پنجشنبه و چهارشنبه هم که ولاگ و پادکست باید رکورد کنیم. سه شنبه و جمعه شنبه هم که علاوه بر گیم رکورد و اینا استریم میکنم یه 4-5 ساعت. بعد از اون دوباره من یه چیز میخورم، بعد میشینم ماشینا رو چک میکنم تو اینترنت، ببینم مارکت دست کیه، استون مارتین جدید اومده یا نه. بعد میگم که خب فعلا پول ندارم ولش کن، یه ذره قصه میخورم. بعد میگم نه باید کار بکنم که اینجوری مثلا برم جلو، کاش بشه مثلا بر ریوارد ماجرا اونو بگیرم. بعد محمد میاد میزنه تو سرم میگه داداش نشینی ماشینا رو ببین انقدر. بعد دیگه زنگ میزنم به محمدی با بچه‌ها دیگه، هیرسا و هاوش و محمد و نمیدونم، پا میشیم میریم پارسا و علافی میچرخیم تو شهر، یه چیزی میخوریم و دریوری میگیم و برمیگردیم خونه و فیلم میبینیم و سریالی گیم رکورد میکنی و من گفتم دیگه گیم. مطمئنی؟ آره. معتاده. همش داریم کار میکنیم. آره بابا. شما چی می‌خواستی بگی راجع به من؟ می‌خواستم اینو بگم. گوش کنید. ببین حالا راجع به این قضیه خیلی مال ترکیه است، ولی اصلا اون موقعی که ما استون مارتین خریدیم، یعنی آریا خرید، یه اتفاق نشدنی بود.
آره دم میسم گرم. میسم دوست من بود، بعد توی بهترین گالری ترکیه کار میکرد، یعنی دوستشون هم بود دیگه. بعد ببین اونجا ماشینای ابر سوپر اسپورتای عجیب غریب ادیشن میذاشتن مثلا آره توی اون گالری. بعد اصلا توی یه جای بود مثلا مثل خیابونه، مثلا بگم مثلا سعدآباد، مثلا کاخش اینا خیابونش چجوریه، یه گالری ماشین 2 نبش گنده اونجا، مثلا ماشینای عجیب غریب، رولز رویزای عجیب غریب، فراریای 2024 تو ترکیه اون موقع، مثلا 2024 بود 3 اینا، آره. برقی مثلا اینجوری بودیم مثلا. بعد این میخواست ماشین بخره، رفته بود دیده بود، یعنی اصلا پولشو نداشت، رفته بود یه استون مارتین ونتیج نقره‌ای دیده بود که اونم خلاصه این دیدم یه داره دنبال اینا میگرده، داره میره میبینه اینا. گفتم بذار این میسم رفیقم یه زنگ بزن، جاشم خالی واقعا. میسم حالا بذار یه پرانتز باز کنم، میسم همونه که با رضا پیشرو نیلوفر آبیا خونده. آره خیلی دوست دارم دست تو همیشه مال من باش. آره میسم دوست دارم. آقا این زنگ زد گفت بابا پاشید بیاید اینجا ببینیم چه خبره، چیه. رفتیم همونو از سون مارتین بعد 3-4 روز گرفتیم. ببین اون از سون مارتینه خریدنش خیلی عجیب بود. من اون از سون مارتینه رو نصف بیشتر پولشو داشتم، ولی خب نمیخواستم که همه پولم بره. بعد به بانک زنگ زدم گفتم آقا من میخوام وام بگیرم، میخوام ماشین بخرم. بعد اصلا به خارجی تو ترکیه وام نمیدونید اصلا ترکیه سیم کارت به ایرانیا نمیدم. من چون درآمدم زیاد بود میرفت و میومد، اینا گفته بودن که اوکی. من وام گرفتم 1 ساله. ماشین قسطاش میشد ماهی $25,000 آمریکایی. اوه شت. ببین بعد اینو حالا من استرس این که گوش کن، اینو من گرفتم، گفتم به جای اینکه جیبم خالی بشه پولو میدم 1 ساله تموم میشه میره. اینو گرفتم اومدم خونه، پشت سر هم نان استاپ 2 تا استرایک خوردم برای ویدیوهای 1 ساله. فکر کن استرس رو بکن، استرس. ببین یه دونه استرایک دیگه میخوردم فیسم از یوتیوب بند میشد. زنگ زدم فرشا سایلن گرفت. اونم خودمون هستیم حالا نگران. خیلی استرسی بود. یعنی من چون من اینجوری بودم میگفتم آقا یا من الان تو جوونی میخوام این ماشینو برونم، خب الان که دوست دارم و عشقمه دیگه، نمیخوام وقتی 60 سالم بشه واقعا برام مهم نیست. آره دیگه همون موقع اشغالش بکنه آدم. میدونی چی میگم؟ من گفتم الان که مثلا 21-22 سالمه من میخوام این ماشین و هر جور شده من این ماشین رو بخرم. خلاصه خریدم و خدا رو شکر، ولی سخت شد چون وقتی استرایک میخوری تا 1-2 ماه هم نمیتونی ویدیو بذاری. یعنی من اصلا یه از خدا رو شکر سیوینگ داشتم، بعدش دیگه برگشت به حالت خوب و استرایک هم حذف شد و دیگه همه چی خوب پیش. این خط این نشون آره که اکثر تو همه ماشینا میره میگرده، آخر شوره استون مارتین. آره یعنی خانواده ما داشت با این برن. من الان خودم کلابریشن کردم. من الان خودم ماشین جدیدی که خریدم استون مارتین DB9 خب ولانته سقف باز میشه نقره. قشنگ ماشین جیمز باند رو رفتم پیدا کردم. جیمز باندیه خیلی خفنه. مرسی. شیرین شاهی میشه داشته باشیم آقا پارس. چشم. ببین استون مارتین خلاصه تو خانواده ما، استون مارتین تو خانواده ما عین BMW تو خانواده شماست. 100%. عین پراگ تو خانواده ما. نه بچا BMW که میگم اون BMW ایران نه. BMW رو خودت بگو. الان خودت ماشین چیه؟ دیگه من بابام چون همیشه BMW داشت، آره بچگی بزرگ شدم، منم عاشق BMW ام. به حس خوبی بهت میده BMW. منم BMW رو دوست دارم. اصلا نرمترین ماشینیه که من نشستم و دوست دارم بشینم تو این سن. الان ماشین چی میرونی تو؟ نگی. اوه حالا انگار بوگاتی میشینه. بگو دیگه. من میگم آخه دیدن تو ویدیو آریا. یه نه ام چیه من نمیدونم. M850 2019. خب خفن نرمم بود. من آقا محمدم که فراری میشینه. آقا محمدم که مشخصه دیگه از این ماشین تک سرنشینا. آقا پارسا ما شینی ماشین ندادن هنوزا. آره عزیز من شما هم ماشین خریدی؟ من میدم. آقا 2 تا شیرینی داریم اینجا. دقیقاً این پدر سوخته ماشین رو گرفته اومده دنبال من، بعد صبح زود من گفتم بیا هیزه رو ببریمش تو همین لب آب اینجا را بری قهوه هم بزنیم. بعد به من اینجوری میکنه تو برو بشین من میرم قهوه میگیرم میام، برو.
گفتم داداش بیا حالا برای من بیا دنگی دونگی خودمون میدیم حساب کن، تو یه بار بیا ما رو ببر شیرینی بده. گفت نه دیگه شیرینی. گفتم پدر آقا مرتی که قبلا مزهک. ایشون هم به من 2 پرس چلو کباب بده، اونا رو نده، اونا رو شیرینی میدم. ماشم نده. وای من برای به شهر شیرینی بدم الان با این وضعیت جدی. آره ماشین جدید برقی گرفته آقا من محمد خیلی گل. راضیم. 2025 24 جیپ آخرش گلادیاتور بود. واگونیر اس. واگونیر برقی. برقی هم هست. ولی داستان استون مارتین مثل همون آمریکا که تو مغز من از بچگی بود که باید خودم برسم به نورف آمریکا، استون مارتین هم همین نمیدونم دیگه لویال فن شدم دیگه. یعنی فیوریت ترینت دیگه، یعنی فیوریت استون ترینا. بخوای یه ماشین داشته باشی برای تمام عمرت استون. استون من مارتین. همینطور. شما چی؟ تو چی؟ شما چی؟ اول برای تو برام خیلی مهمه. ببین چون من هیچی بلد نیست آجی. ببین من زیاد ماشین باز نیستم کلا. ماشین رویا چی؟ رویا که نه، اصلا رویای ماشین خفن ندارم. آرزوهاتو خب یه چیزی که مثلا اگه دوست داشته باشم این لامبورگینی شاسی بلنده هستش. یورس. دیروز میگفت اوروس بده به من. $300,000 آره اونا رو می‌خری. خوشم میاد ازش، هم با تکسی اسیویتور 400,000. اسپورت خفنه. یه لاکچه تو چیه دریم کارت؟ من داری کالینا. دیگه دریم کار سید دی. رولز رویس کالینا. رولز رو خیلی هم کالینا بهت درست میاد. دارم میگم. نه الان بهم نمیاد. دقیقاً اتفاقا 30 به بعد میخوام. همون دیگه. اتفاقا الان نمیخوامش. خداش تو سی تو بشی وقتی تا دیگه اونو موقع داشته ماشین دیگه باشی عبدالله. نه حالا عوض میکنی ماشین تو که الان داری، ولی ماشین خفنی که بری بالاتر اونو باید داشته باشی. الان داشته باشی دیگه هیچی از دنیا نمیخواد. آقا یه ماشینای یه سری چیزایی که مثلا من خیلی الان میدونم میام مینویسن که مثلا به جای اینا برید مثلا دوج چالنجر بگیرید. خب این ماشینا تو ایران کلا خارج از آمریکا و کانادا دوج و چالنجر و خیلی موستانگ و خفنه. اینا جزو ماشینای واقعا خفنی. من خودم چالنجر داشتم دیگه مدت تو ترکیه و همه هم نگاه میکرد صدای خربوزه همین مسئله چیز بگم. من مریض شدم تو آمبولانس بودم، داشتم میبردم بیمارستان بمیرم. از بیرون آمبولانس یه صدا میومد پشتهی من داشتم گاز میدادم. بعد ما اومدیم آمریکا کانادا، حالا خیلی ریسیستیه نمیشه گفت، ولی اینجا نمیدونم مثلا کروت مثلا با اون قیافه به اون خفن. ببین من خودم میگم بستگی داره کی از اون ماشین پیاده بشه. خب ولی مثلا من خودم کروت رو خیلی دوست دارم، ولی اینجا مثلا کروت داشته باشی اصلا آقا همین حرف تو رو خجالت آوره. دقیقاً من همین حرف رو زدم، گفتم بستگی داره کی داشته باشه. رفتم با این ماشینه یه دوری زدم و چرخیدم اینا، بعد داشتم این فکر میکردم اگه رپیوتیشن این ماشینا انقدر پایینه اینجا، این ماشین فراری قیافش، یعنی تو خیلی خوشگله، پشت شیشه است، موتورش اونجوری نمیدونم فلان اینا. و گفتم ولی با این ماشین بری توی جمعی که همه فراری و استون مارتین، خیلی ببین اینجا خیلی چیزه به کسی که خرابه کروت میخره میگن نیوریچ، یعنی میخوای بگی پولدارم ولی پولدار نیست. آره راجب جکوار هم همینطور، مخصوصا اف تایپ چیه این دو درا جگوار اونا هم همینطوریه. نظر شما هم همینه؟ به نظر من ماشین شخصیت تو چیزه، نمیخوام اینجوری حرف بزنم که چیزا، ولی به نظر من اصلا مهم نیست چیه، ولی اونجوری که تو میگی این ماشینا اینجا خیلی چیز معمولی داره. شخصیتت میکنه همه احساس میکنم. میتونه کروت میدونم واسه چی داره میگه. آره نمیتونیم اینجا بگیم ولی میدونیم برای چی. آره ولی یعنی اینجوریه که مثلا داری مثلا اینجوری رو نگاه می‌کنی. بابا چالنجر با که اینکه ماشین میشینی خیلی گرونه، فکر میکنن کفشات خاکیه. گل اومدی. خیلی آره خلاصه اینم مثلا آخه اون چیزی که آریا میگم، اون لوکی که اون پشت میگیرن حاجی خیلی عجیبه. اونا که نشستن آره اونا یه جوری نگاه میکنن انگار تو مثلا ببین یه قشری ان که اینجا همه سوار میشن، یعنی نان استاپ قیمتش هم کروت. پایینه. الان شما فورد موستانگ 2024 رو اکو نمیدونم چیشو میتونی مثلا با 30-40 تا بگیری. آره خیلی 2000 تازه LC ولی خیلی خوشگله، من خیلی خیلی. خودم دوست دارم، یعنی همش میگم ولی مثلا چرا این اینجوریه مثلا اینجا وضعیتش. ولی داستان اینه که آره مثلا اگه میگی چرا مثلا نمیگیری اونجا بشینی، اینجا که میای داستان فرق داره، یه جور دیگه نگاه میکنن.
و خیلی وقتا پلیسا اصلا فکر می‌کنن دزدی آجی میندازن دنباله. آره فکر می‌کنن اصلا مواد پواد داری. من حاضرم 2 چارجر 4 در بشینم ولی 2 در نشینم آجی. 4 در مشکی خیلی خوشگله. ماشین پلیس. خلاصه اینم بود این داستان که مثلا میگه چرا اینجا نمیگیرید و اینا. ولی باز من هنوز میبینم مثلا این پیرمرد وایت کانادایی ها مثلا با یه موستانگ قدیمی میاد. ببین موستانگ و چالنجر و کوروت ورژن خفن دارن. آره اون مک هلکت و اینا هست. هلکت اسارتی هلکت چه $300,000 اون از دیگه هر کی بخواد هر چیزی بزنه دیگه گو خورده. موستانگ مکوانه چیه اون؟ نه کبرا چیه؟ کبرا هورس دارک هورس میگی تو؟ دارک یه چیزی هست که یه مار کبرا میشه لوگوش ورژن آخر موستانگ. دو مدل داره فورد موستانگ سوپر اسپورتاش که موتوراش عجیب غریبه و صندلیاش نمیدونم سوراخ داره. اونا مثلا خفنه یا کوروت دارک هورس ویوان چیه اونم $300,000 Z6 کوروت مشکیا که لوله اگزوز 4 تا وسط داره. اونا خفنه ولی غیر از اونا $300,000 اینا خیلی گرونه. ماشین نیستم کلا. دو چرخه دیگه. برو مبحث بعدی. داداش بعد دو چرخه. مبحث بعدی ندارم ولی یه سوالی دارم میخوام بپرسم ازتون. خب ببین یه موقعی یه اتفاقی تو زندگی آدم میفته خب که مسیر زندگیش عوض میشه. خب بله اون مسیر برای شما کجا بوده؟ میدونی چی میگم؟ مثلا گفتی الان باید بهش فکر کنی. میدونی چی میگم؟ نه بهتون قبلا نگفتم داستان چیه اینا، ولی شاید مهاجرتت بوده، شاید نمیدونم خریدن ماشینت بوده. چندین بار مسیر زندگی من با یه اتفاق عوض شده. اونجایی که برات خیلی گله و همیشه خدا رو شکر می‌کنی برای این داستان. تو بگو. عوض شده خوب بوده؟ خوب بوده دیگه. آره دیگه. عوض شده. بد بوده اصلا. کلا عوض شد. برای من اون اتفاقای ایران و رفتنم بوده. خیلی چیزش از تو ترسناکتر بوده برای من. خاطر که برای خانواده‌ام قرار بود اتفاقی بیفته. میخوای راجع به دبی هم بگی برامون؟ آره دقیقاً همون دبی بودش. اتفاق افتاد و من و بابام باشگاه بودیم، مثلا یه شبه یه اتفاقی افتاد، اصلا داستان عوض شد و برای من سخت نبوده، یعنی ترسیدن من نبوده ولی زندگیم عوض شده. اینکه نه دیگه میتونم برم ایران، نه اینکه نتونی بری یا اینکه نخوای بری خیلی فرق داره. من نمیتونم برم. دبی خطری هم بود برات، برای خودت به شخصه، بابا تو هاوش و اینا هیچ. این درسته می‌خواستم بدزدنت یا نه؟ ببین عکسامون رو گرفته بودن جایی که بودیم و من هر روز میرفتم باشگاه، عکسام بودم به باشگاه گرفته بودن و کسی بود یعنی دیده بودیم که حالا نمیدونم می‌خواستن چیکار کنن، بدزدن ببرن. ولی آره خیلی سخت بود تو. من برای خودم نمیترسیدم، برای خانواده‌ام میترسیدم. خواهر کوچیک‌تر دارم و مامانم و بابام. از این دوربین اگه بخوای بهشون بگم دوربین روبرو چی میگی؟ I love you پیرس. احساسی واقعا تا یه بعدی بودش. نه دوربین چیزی نمیخوام بگم بهشون، خودشون میدونن همه چی ولی خیلی تایم بعدی بود. ولی برای کل خانواده‌تون یعنی دور و نزدیک خطری بوده این موضوع. آره مثلا خطر به تو هم چیزی نه رسید این موضوع؟ ولی اینا اسپریتش انداختن توشونه. من یه بار روش نمو صحبت کنم اینجا نمیگم، ولی من اینجا بودم و بچه پیشم بودن میرفتن میومدن و رفتن دبی، خواستن دبی بمونن بچه. اصلا برنامه یه چیز دیگه بودش. آوش نبود دبی، آوش از ایران اومد، اینجا کانادا بودش که اومد دبی بمونه دیگه. من اینجا اینقدر استرس کشیدم 2 تا جابمو همزمان کویت کردم. میرفتم جلوی در شکر وا میستادم تو ماشین، فقط با بچه‌ها صحبت میکردم که خیالم راحت بشه اینا خوبن. ببین خیلی بد بود. آره اصلا نمیخوام اون اینا جوه. من خونه ما رو پیدا کرده بودن مثل اینکه، یعنی من اینجوری میدونم که 4 صبح خونه ما زنگش میخوره و دارک شد. لابی من و اینا دیگه نبود، اون لابی من اونجا. آره برده بودن لابی من واقعا دیگه نبود، اصلا امکان نداشت تو اون ساختمون جدید تو دبی اون لوکیشن اینجا همچین چیزی اتفاق بیفته. توی چی؟ تو دبی؟ شت من فکر کردم لباسونو میگی. نه اصلا این اتفاقا همش در دبی اتفاق اصلا قبل از داستان من به خاطر سربازی اومدم از ایران. قصد من این بود فقط. یهو این اتفاق افتاد و حالا زنگو زدن خلاصه و اینا، کسی نبود اون پشت، ولی چیز شد ما رفتیم و اینجوری شد که مثلا من جایی نرم چند روز و این اتفاق و یه جا بریم کسی ندونه و خیلی بد بود. اصلا بهش فکر میکنم اصلا خیلی بد دار که من یه بار بعد داشتیم کلن من باید هاوش بشینه اینجا
چون شما داداشای داستاناتون عجیب غریبه. آره ما هم داریم داداش دوران احسان مهسا امینی پارسا و پارسالیپو که دزدیدن بردنش ما رو 7 روز دزدیدن آجی. پارسالیپو که دزدیدن منم خیلی من یعنی اینجا نگین. آره اینجا پادکست نمیگم بعدی ولی چون برنامه‌ریزی کردم من خراب نکنم. تهدیدهای بد میشدیم و حالا تو پادکست بعدی براتون چرا؟ میگم که اصلا وضعیت جایی که من زندگی میکردم و دمش گرم اون جایی که من بودم خیلی مدیریت خفنی داشت، یعنی جدی گرفته بود و حتی غذا هم نمیتونستن دلیوری کنن طبقه ما. همسایه‌مون آسی که او بیاد گم شید، حالا هر گوی داری میخوری بیاد ما چه گناهی کردیم مثلا که کسی نیاد بالا طبقه ما. ولی حالا راجع به اونا صحبت میکنیم خیلی. سوال این بودش خلاصه که آقا اتفاق چی از بود؟ اونجا به بعد زندگی من عوض شد. آره یعنی اون چیزایی که من کشیدم که هیچ وقت فکر نمی‌کردم بکشم واقعا یکی دیگه هم کرد. واقعا جدی اصلا استرسش خیلی زیاد. احساس میکنی الان بزرگتر شدی؟ احساس میکنم الان دیگه چیزی به من آسیب نمیرسونه. چون من تو فکرم مثلا این بوده که الان مثلا بابام بکشن دیگه من با اون فکر زندگی آره نکنم. دیگه. تو الان چند سالته؟ 21 درسته؟ 21 کنیم. 21 تولدم. هفته دیگه آره. تولدت. به به افتخار. افتخار آقا دو ایسا. هفته دیگه. اینو میخواستم بگم که یه چیز خیلی جالب الان باز شدیم وسط. خب ببین با 21 سال سن همچین طرز فکری داره به خاطر اتفاقاتی که افتاده. پس ما میتونیم بگیم گاهی وقتا یه اتفاق میتونه تو رو چند سال بزرگ کنه. سختی بد نیست به نظر 100%. یعنی سختی مثلا واقعا بد اگه نیست شما باش دیدی کنار بیای. مثلا یه دختری یه پسری مثلا 19 20 سالشه ولی خیلی بهش میگن او چقدر تو بهت میخوره بزرگ باشی، چقدر بزرگ فکر میکنی، خاطر اینکه این سختی‌ها کشیده تو بچگیش. نمونه بارزش آقا آریای گل بله. همچون پیرمرد در مغز، همچون داداش تو کامنت ها برای من نوشتن که آخرین پادکست محمد شبیه آدم 50 ساله صحبت میکنه. ما واقعا سختی تعریف از خود ببین نباشه. تعریف از خود نباشه. مثلا واقعا سختی که تو هم کشیدی خیلی استرسش ببین زیاده. من تو خوابم نمیدیدم همچین روزیو که یه روزی نتونم برگردم ایران، نه اینکه نخوام. فکر کن کل بخوام. کشور با تمام قوا دنبال مثلا اینکه با بابا تو بخوام بگیرن، بابام چی میشه، مامانم چی میشه، داداشم خونه با خودم چی میشه، چی میخواد، چه اتفاق جلومونه. اینکه واقعا بعد جلو چشت اون استرس مثلا مامانو خواهرمو همون. میدیدم خیلی چیز بود. اونا میترسیدن حتی برن بیرون، مثلا با من میومدن مامانم یکی رو میدید، مثلا یه داستانایی. آره خیلی خیلی واقعا اینا خودش از 100 تا سربازی به نظر این من نشون میده که کریمیا خیلی دیوونن. بچه حواستون باشه. بزن تشویق برای منو فکر کنم همه میدونن. برای منو همه میدونن دیگه. اتفاقای زندگی منو عوض کرده. یکی از ایران اومدن بیرون و بزرگترینش هم که یوتیوب و دوباره اومدم به کانادا. خیلی واقعا خیلی. آریا خیلی دوستتون داره جدی. یعنی ما که آره، باش خدا میم، وکیلی. یعنی دیروز که این ادیت دیر شده بود کم، خب یه بنفو گذاشته رو سرش که آقا این الان باید بره. من قول دادم باید سر اسکیجول بره بالا و واقعا دمتون گرم. آریام خیلی دوستتون داره. عشق منن همه بچه‌ها. الان بزن. اما پارسا شما چطور؟ من که راجع چی بگم؟ همون اتفاقه. ببین مثلا یه چیز اتفاق کوچیک اتفاقی که عوضت کرده. ببین زندگی من که اتفاقه، اصلا اون که اتفاق کتابه عجیب. داداش. ببین من اینجا دو تاشو تعریف کنم مثلا میگید یعنی چی؟ یا تو کونت سفیده یا خیلی خوششانسی یا چرا نمردی تا حالا، مثلا چرا زنده ای اصلا. چه اینجوری میکنی؟ فکر کنم اون روح رفته توش. خارجی ها دختر پیرید. آقا من اتفاقایی که زندگیمو تغییر داده خیلی زیاد بودن، ولی خودم تقریبا تراپیست خودم هستم. مثلا به خودم بعضی موقعا که چیز میشه، مثلا میگم چرا من یه چیزی رو ندارم، خب چرا من مثلا فلان موزیک، چرا من که میتونم این کارو بکنم چرا نمیکنم، این موزیکو نمیدم بیرون، چرا وقت نمیذارم، افورت نمیذارم. بعد میام عقب‌تر میگم اوکی من یه موقعی تو زندگیم گولم این بوده مثلا آیفون 6 بخرم. خب اومدم به این دایره رسیدم، آیفون 6 رو خریدم، رد شد دیگه یادم رفته اینو خریدم. ولی تو اون لحظه خوشحال بودم اون اتفاق افتاده. گول بعدیم بزرگتره.
پس من دارم پیشرفت میکنم، دارم مسیر پیشرفت رو میرم و به خودم دارم جایزه میدم. مثلا الان مثلا استون مارتینه، یه موقع مثلا یه هدست توی مثلا 13 لیریه تو ترکیه به ما یادت چه حالی میداد، یه پلی استیشن برای تو چقدر ارزش داشت. آره خیلی الان دقیقاً الان تو داری مثلا به چی فکر میکنی؟ توی یه هاوس داری زندگی میکنی که بیدر و پیکر میدونی؟ یعنی ما مثلا یه موقع مثلا میدونی وقتی که تو بهترین حالت زندگیتی باید یه دقیقه بیای عقب ببینی اون موقع چیا خوشحالت میکرده، بعد یهو به خودت میای میبینی بابا ولم کن، من گیتار الکتریک فلان دارم، پیسی 5-6 هزار دلاری دارم، دوربین چی دارم، اصلا یه موقع وبکم نداشتم من، you know؟ لباسای عجیب غریب. یه موقع من لباسا میدادم آریا میپوشید، آریا لباساشو میدادم. دقیقاً. ولی اون اتفاقه چیه؟ اینو نگفتی. دقیقاً تو همه اینا همه رو گفتم که اینو میگم، تو همه اینا اون اتفاقی که میفته یه اتفاق ثابته که تو همه‌شون میفته که اونو خودم هم نمیدونم. ببین من فهمیدم چی میگه در ولی جدی حالا اینو گفتم بخندیم جو عوض شه، دوست دارم بشم اینجا مثلا جدی صحبت کنم و مثلا دنبال مثلا چی و اینا شبکه سی، ولی تو همه اینا اون اتفاق موقعی اتفاق میفته که تو سختی هستی، یعنی رشد می‌کنی، یه سختی بد اتفاق میفته برات، اونجاست که یهو بدنت سیستمت میفته دنبال این که او من الان باید چیکار کنم، انگار مثلا نمیدونم مثلا یه اسپورتت روشن میشه. دقیقاً. نمیدونم به قول یاس آدم تو محدودیت ها ستاره میشه. واقعا هم باید طلا بگیرن جمله واقعا تو محدود. ببین مثلا راجب شما، خب شما تو ایران مثلا همه چی داشتین درسته، خونه، زندگی، نمیدونم دستتون جیب خودتون بوده. تو کشور بهترین حال اصلا تو جیب خودتون. فکر کنم باباتون یه فوتبالیستی بوده که تیم‌های خارجی بوده نمیدونم فلان، اینقدر محبوب. خب ولی این سختی‌ها که اتفاق افتاده تو رو کرده. یه چی بگم راجع به این اتفاق؟ مثلا میان من دایرکت میدن مثلا خوش به حالت بابا. آره. ببین چیزای خوب داره، من که انتخاب نکردم زندگیو. آره. چیزای خوب داره ولی چیزای بدم خیلی داره. خیلی که بعد خیلی حواست باشه. اصلا همین داستانه. داداش من بعضی وقتا واقعا همین داستانه. من بعضی وقتا دست تو هم نیست، دست منم نیست. دقیقاً. من بعضی وقتا از محمد میپرسم چون با بابات زیاد تلفنی حرف میزنه، میگم واجی علی کریمی زندگی هم میکنه، یا مثلا تو ایران میتونه بره مارکت، مثلا اون موقع که آزاد یا همش واقعا نمی‌کرد، مثلا میتونه بره رستوران، میتونه بره راه بره تو خیابون، واقعا نمیتونست هیچ وقت این کارو کنه. همون ببین یه خاطره معذبم هست دیگه. بدتر آخرین 13 بدری که من با بچه‌ها تو ایران بودم، ویزه من اومد 2018. خب ما ماشینا رو گذاشتیم بیرون، خب با موتور 4 چرخ و اینا رفتیم مثلا توی دشت دور. ببین اصلا رو نقشه پیدامون نبود. خب ببین پیدامون کردن و گیر دادن و ولمون نمی‌کردن. ولی دمشون گرم خیلی به موقع رسیدن. آره ماشین گیر کرده بودیم رسیدن و همونجوری گفتم علی میگه بیا برو رو این ماشین سنگین شه. بگو یارو اومده مثلا بیابون یا علی کریمی رو دیده. ببین در این کف دشت بودیم آقا این جنگل. دو تا علی کفش پاش بود، معلومه کفش پاش بود. خاطره وای باش. ببین اسم کفشی برای چه برندی؟ اسیکس. آره اسیکس بودش. بعد دو تا گروه مختلف اومده بودن، گفتم اون چیز علی گفت من چی بدم این چی الان میشه من نیست. اون گفت کفش بده ما. سر کفش دعوا شده بود، آخر معلوم شد یکی از کفشا یه لنگش رفته آبادان، اون یکی رفته شمال. نه بابا عجب کفش معروفیت علی کریمی نیست. آره آفرین. کفش فوتبالیست تاریخی. حیف نمیتونم بگم چه اسمی گفتم، داست اون خاطره رو اصلا باید تعریف کنی برو براتون. آخ برای شما نگفتم. حتما بگو بعدش. آقا بعدم براتون میگم. این که سر کفش دعوا بشه یه لول دیگه. کرکتر این خاطره رو من توی نیکروز تعریف کردم. آره بگو ورژن سانسور شده شد. مثلا کفش علی آقا. آره ولش کن داستانشو نگی مثلا علی خلاصه تو نیکروز هست داستان. آره برات تعریف کنم. شما چی؟ خودت بگو. آره خودت بگو. اون تایمه نه چه چیزی زندگی تو عوض کرد؟ من فکر کنم مهاجرت هم بود کلا. 100%.
ببین من تو ایران خب اصلا یه شخصیت دیگه بودم، اومدم بیکار اینجا دوله بودی یا نه کار میکردی؟ دانش من پای کنکور بلند شدم اومدم. درس یعنی بچه درس خون من یک ماه قبلش باید میبودم بیرون که بلندشم بیام، یعنی ویزام نیومده بود، همزمان منتظر داشتم درس میخوندم و منتظر بودم که ویزام بیاد، نمی‌تونستم کنکورم به فاک بدم که. بعد ولی اومدم اینجا، فرض کن من از یه فامیلی که ساپورت میکنه، همه چی هست، همه چی در اختیارت، بهترین لایف استایل، اومدم و موندم، یعنی قشنگ موندم وسط داستان. و همیشه بابام صحبت میکنم، میگه هیچ کی فکر نمیکنه بچه از فامیل که تو بری و برنگردی. خب و اما موقعی که اومدم تا یه بار من نگشتم ایران. ولی قبول داری اگه الان اینجا هستی خیلی بیشتر مرد شدی تا اینکه بری سربازی. اینو هیرسام میتونه تایید کنه فکر کنم. آجی اصلا یه آدمی بود که خونگی، یعنی کامل خونه بود، فقط درس. یعنی مامان باباش باید پیشش می بود، همین که میگه این اومدم اینجا تونستم زندگی کنم. کاراکتر دیگه شدی الان. یعنی مامانش اینجوری بود که غذا رو درست میکرد، میذاش اونجا برمی‌داشت رو میخورد، میذاش اونجا، همین کار. بعد میخوابید، همه چیشو همه کاراش بقیه میکرد. بخور بخواب بخون اشغال. بعد درس میخوند تا 9 شب. اصلا من میشم مهاجرت دوباره برگشتم داستان مهاجرت واقعا آدما رو میسازه، واقعا آدما رو میسازه. من فکر می‌کردم سربازیه ولی مهاجرت نه، مهاجرت خیلی عجیب غریبه. 100 لول سربازی 2 سال میری تمام میشه دیگه. آره ولی هیرسای حرف خیلی خوبی زد، اون سختیه یه موقعی حال میده، خیلی حال میده. من برمیگردم به موقع میگم چی داشت بخوام اونجا کار میکنم اینجا کار میکنم، اینم آدم میشناسم. و بعضی دردا حال میده آجی، جدی بعضی زخمایی که میکشی چقدر شما منحرفین بچه‌ها. خیلی آدمه. نه ولی میدونم چی میگی. آره خدایی بعضی زخما بهت حال میده، برمیگردی دوباره نگاهشون میکنی میگی من از این گذشتم آجی. خیلی تجربه است دیگه. آقا ولی به نظرم آدم سری تجربه رو نباید بکنه. نه به نظرم اتفاقا باید تجربه، خیلی آدم تجربه بکنه و تجربه‌ای سازنده است که تلخ باشه. نه تو آقا با تجربه خوب شما سازنده موافقم باش. آقا نه اصلا موافقم. آقا چند نفرتون برمیگردین به اون زخمی که خوردین؟ تجربه تصادفی که گردنت بشکنه رو خوبه. نه اونا نه، تجربه نیست. تجربه افتادن چند زندان خوبه. نفرتون برمیگردین به اون زخمی که خوردین که دوباره من به هیچ من انقدر زخم آره خوردم. تجربه افتادن زندان خوبه. تو نه کجاش خوبه؟ تو الان خواهی داری بری یه کار غیر قانونی کنی که دوباره بری اونجا نمیرم چه یه جا بدتر میری. نه اتفاقا تجربه سخت خیلی سازنده. ببین تجربه سخت سازنده خوبه، تجربه سخت سازنده خوبه، تجربه سخت تراما بده و نمیدونم مغزت نابود شد، ریشت بریز و بعد ازش میگذری بالاخره، این تموم میشه. ببین این دنیا اومده که بگذره داره. ببین شما یه موقعی از پلن میچینی ساعت 10 صبح فردا بری باشگاه، خب نمیری، اون روزه دیگه تموم شد تو گذشته. میدونی چه میگم؟ اینم همونه. ببین ما چه خوب چه بد میگذره، حالا چه الان اینجا رو گرم کنیم عرق بریزیم، چه هوا این شکلی باشه، فرق نداره، میگذره گذشته میشه و تو کم کم فراموشی میگیری و یه خاطره ازش میمونه تو ذهنت. ولی داستانه که به نظر من تجربه های تخریب کننده اصلا خوب نیست. یعنی اگه برای شما مثلا تو خونه حالا نشستید دارید این پادکست رو الان میبینید، اگه تجربه مثلا تلخ عجیب، مثلا خیلی اصلا عزیزاشون تو تصادف و دست میدن، این تا آخر عمر فکر کن تو ذهنش نه اونا رو ما نمیگیم، این نفهمید ما چی. نه میدونم ولی به گفتار یعنی یه مجموعه حرفه که اینا هم توش هست. نه ولی تجربه های اکسپریانس های مثلا همون تجربه های سازنده خوبه. مثلا واسه خیلیا مثلا سربازیه تجربه خوبیه واسهشون، چون یارو مثلا میبینی تو ایران مثلا خیلی تیتیش مامانیه نمیدونم فلانه بیسه، میره اونجا میفهمه تازه دنیا دست کی، زندگی واقعی شوخی نداره. ببین من مثلا تجربه منظورم اینه که اتفاق بد نه، مثلا چه میدونم تصادف کردیم پام قطع شد فلان. تجربه یعنی مثلا چه میدونم دوستی چه شکلیه، مثلا به یکی اعتماد نکن خیلی که اون اتفاق افتاد، پولتو خورد کلاهبرداری شد، یا چه میدونم فلانجا خیلی خرج کردم، مثلا میدونی چیزایی که یاد بگیری، مثلا بخوری یه جا بخور. من خیلی خوردم شدید تو بدترین دوران از لحاظ مالی بودم، یعنی تو اوج مهاجرت، یعنی مهاجرت به کانادا با این گرونیایی که الان داره، خوردم به بدبختی دیگه، خوردم به پیسی، یعنی واقعا تجربه شد برا من
که دیگه نرم دقیقاً. پولامو بدم مثلا چه میدونم 10,000 یورو کاپشن ما فلیپ لین دیوونه بگیرم. شده بودیم ترکیه هم می‌دونی؟ لباسای اینا عجیبه. همش تجربه شد. ولی این یعنی همش این برمیگه که تو سیوینگ داشتی دیگه. آره. برمیگم اونجا گفتی که رفتم استون مارتین رو بگیرم، خب نمیخوام سیوینگمو همش هدر بدم، خب چون تو ذهنت داشتی که آقا من اون زندگی سخته رو کشیدم، نمیخوام بهش برگردم ببین دوباره. ما یه هیچ وقت. تریگری داریم من آریا به این که فکر میکنیم او برگردیم الان به زندگی قبلمون، سریع میتونیم دنبال کار یا یه حرکتی بزنیم یه چیز جدید خیلی. بکنیم. ولی دقیقاً. تجربه آره. تو تجربه سازنده‌ای که گفتی داستانش همین بود. خودت چی؟ به غیر از اون، به غیر از مهاجرت، به غیر از اون داستانای مهسا امینی و اینا چیز دیگه هست؟ نه الان از زندگی راضی هستی؟ اینجا چیا رو یاد گرفتی؟ ببین الان از زندگیم راضیم، نمیتونم نباشم. یعنی من نه میتونم میتونی نباشی الان با ولی این طی مثلا کنی. بشینم خیلی ناراحت مثلا زندگیمو ادامه بدم یا اینکه بگم اوکی. خب یه پس تو هم دست من تراپیست که خودتی نبوده. دیگه. من به خودت میگی که من الان باید 60 بار رفتم تراپیست. من سر میرم. همه چی. من میرم. اصلا بهترین چیزی که میتونه یه اتفاقی که اینجا تو کانادا تو رو ساخت چی بود؟ رفاقت با من مثلا. اینجا منو ساخت، نمیدونم واقعا. به غیر چیزی از اینجا من نساخت. بغیر حاجی از من احساس گاف میکنم بازی. کلا منو فقط همون داستانه ساخت. مثلا من از این رو به اون رو شدم. خب نه تو الان توی سنی هستی که داره حاجی یه کاراکترت چی هم بگم شکل تو اون میگیره. داستانه شاید خیلی سخت‌تر شد بخاطر اینکه من یه رابطه مثلا 5-6 ساله رو تو همون داستان تموم کردم. اوه. اینش خیلی برام دارک‌ترش کرد. رابطه 5-6 خیلی ساله زیاد. عاشقونه تو؟ نه دیگه رفاقتی. آقا بحث مثلا دیگه یه هست شوخی یا نه؟ داری که بکنم گفتم دوباره بعد راجع اصلا بحثمون تموم شد. سوالای بحث دیگه هست احساسی راجبش می‌پرسید. بخواید صحبت کنید یا آقا. تموم؟ بحث اینه که ما الان دوستان عزیز ما داریم بعد اینجا میریم مهارت‌های اسلامی ضبط کنیم. خدا من که دارم خونه. ببین اینا نمیدونن چه چیزایی قرار اتفاق بیفته ولی خداست این مهارت اسلامی گریه میکنید از خنده. خودتون نمیتونید ببینید. قیافه بچه‌ها رو ببینید جر میخورید از خنده. لباساشون آماده است، همه چیشون لباس؟ آماده است. همه چیتون آماده است. همه چی تن ما می‌کنه. خدا خدا رحم کنه. آقا دمتون گرم، مرسی از اینکه این قسمت رو تماشا یادم کرد. افتاد. چی؟ آریا کوکسر یه میکاپ صورت هم داره آجی. وای وای باید ببین آریا کوکسر رو تو این دوباره ویدیو. آبروم میره. آره برو بریم. دمتون گرم، مرسی از اینکه این قسمت از آپساید داون هم تماشا کردید. راجبه چیزایی که دوست دارید صحبت کنیم، مثلا تو همون قسمت قبلی گفته بودید ما چجوری با هم آشنا شدیم، دقیقاً. بحثایی که دوست دارید راجبش صحبت کنیم و توی کامنت ها بنویسید، بعد لایک بکنید که اون کامنت بیاد بالا ما ببینیم و توی پادکست بعدی راجبش صحبت کنید. چه چیزایی دوست دارید از ما بشنوید، اینا رو حتما برامون بنویسید. یادتون نره اگه دارید تماشا میکنید حتما کانال رو سابسکرایب بکنیدش 100,000 تا دیگه. الان شدیم 10,000 تا، پیش به سوی 20,000 تا فعلا. Let's go. و لایک و کامنت یادتون نره، باعث میشه این ویدیو بیشتر ساجست بشه. دقیقاً. مرسی محمد جون، دم شما دمت گرم. گرم. مثل همیشه هیرسا عشق منی، عشق دمت منی. گرم. آوا، پسر با استعداد. پسر با استعداد گل و عمولی پی، چاکری ما هم که هستیم. قربونتون برم. یا مرسی حق. از مرشول هم که پشت کامera بود. بچه‌ها سرزداشتی صدا مهم سیمایی مرسی. صدا سیمایی تمامش کن. تا دیدار بعد، یا حق. یا حق.